روی صحبتم با اون دسته از عزیزانی که تازه به MS مبتلا شدن. قصه فردا رو نخور، امروز رو بچسب. در طول بیماریت متوجه میشی که خیلی خیلی قوی تر از اون چیزی بودی که فکرشو میکردی. زندگی به پایان نرسیده و همچنان در جریانه. تو اصلاً بار روی دوش خانواده و دوستات نیستی. هرگز احساس تنهایی نکن. کم کم یاد میگیری که به صدای درونت و به صدای بدنت گوش بدی. MS حکم مرگ نیست، فقط تغییر شیوه زندگی و لذت بردن از لحظاتشه. همیشه امید رو در دلت زنده نگه دار و هیچ وقت اهداف و رویاهاتو نادیده نگیر و همچنان با عشق به زندگی لبخند بزن.